علی ابن سهل ربن طبری، پزشک بزرگ ایرانی و از بزرگترین مؤلفان کتب جامع پزشکی در قرن سوم هجری است. او فرزند ربن طبری، ریاضیدان و منجم مشهور ایرانی است. وی در طبرستان یعنی استان مازندران کنونی زاده شده. ابن اسفندیار در کتاب تاریخ طبرستان نقل می‌کند ربن طبری چنان در نوشتن و سخنوری توانا و زبردست بود که همگان را به شگفتی وامی داشت. ممتازترین و برترین کار وی بیشک تألیف همین کتاب فردوس الحکمه است. وی با شیوهی منطقی و بر اساس استنتاجات و دلایل عقلی به بازشناسی بیماری‌ها و شیوه درمان آنها پرداخته است. او را باید بنیانگذار این شیوه تحقیق در باب علم پزشکی ایران دانست و بزرگانی چون ابن سینا و علی ابن عباس مجوسی و حتی زکریای رازی این شیوه را از ربن طبری آموختند و در کتب گرانقدر خود از همین شیوه استفاده نمودند.